با درود به شما دوستان گرامی. احتمالاً برای شما هم پیش اومده که میخواین LED های این لامپ های LED رو از روی بورد جدا کنید ولی ابزار مناسبش رو ندارید. برای جدا کردن این LED ها دو راه ساده وجود داره. یکی استفاده از اتو است و دومی استفاده از فندک. ولی من معمولا راه سوم رو استفاده میکنم، یعنی استفاده از این دستگاه. برای ساخت این دستگاه بهتره که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب برای ساخت نیاز به یک المنت سشوار داریم. اول میام با یک آداپتور 12 ولت 4 آمپر قسمت‌های مختلف المنت رو روشن میکنم، به این صورت که یک سر سیم آداپتور رو به یک سر المنت به صورت ثابت نگه میدارم و پایه دیگه آداپتور رو اول به کوتاه‌ترین فاصله نسبت به پایه اول آداپتور قرار میدم. با این کار المنت شروع به ذوب شدن میکنه، پس یک کمی فاصله رو زیاد میکنم. هرچی فاصله بیشتر باشه مقاومت سیم هم بیشتر میشه، در نتیجه المنت دیرتر داغ میکنه. ولی من المنتی رو میخوام که در کمترین زمان ممکن داغ بشه ولی ذوب نشه، بنابراین یک حد وسطی رو معین میکنم و اون رو از بقیه دوستاش جدا میکنم و بعد المنت رو داخل این مقاومت آجری قرار میدم. این قطعه یک مقاومت 1 اوم 5 وات بود که متاسفانه عمرش به دنیا نبود و باعث ساخت این دستگاه شد. حالا یک بار دیگه اون رو تست میکنم. همونطور که میبینید در کمترین زمان ممکن المنت شروع به داغ شدن میکنه. برای اینکه المنت سر جاش ثابت باقی بمونه، بنده متاسفانه از چسب سیلیکونی مزدا استفاده کردم. دلیل این که میگم متاسفانه رو هم در ادامه متوجه میشید. اول تمام قسمت‌های المنت رو به چسب سیلیکونی آغشته کردم و 24 ساعت در هوای آزاد گذاشتم تا خشک بشه. بعد از خشک شدن یک بار دو سر المنت رو به آداپتور متصل کردم، ولی چیزی جز تأسف نصیبم نشد. اینجا بود که تصمیم گرفتم از گچ و پودر سنگ استفاده کنم که مقاوم در برابر حرارت هستن. اول میام به مقداری که لازم دارم پودر سنگ و گچ رو با آب ترکیب میکنم و بعد طبق فیلم اون رو داخل مقاومت آجری میذارم و بعد المنت رو سر جاش قرار میدم. بعد از اینکه کارم تموم شد یک بار دیگه اون رو تست میکنم. همونطور که میبینید با اتصال آداپتور به دو سر المنت سریع شروع به داغ شدن میکنه. حالا میخوام برای این المنتی که ساختم یک نگهدارنده بسازم. پس میام با یک تکه سنگ و یک تکه سرامیک محل قرارگیری المنت رو مشخص میکنم و بعد با اره آهنبر لبه های تیز سنگ رو میبرم و برای اینکه ویدیو طولانی نشه این کار رو انجام دادم. حالا باید این سرامیک رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنم. برای این کارم از اره آهنبر استفاده میکنم. بعد از اینکه کارم تموم شد یک بار المنت رو سر جاش قرار میدم تا ببینم المنت و سرامیک همسط هستن یا نه. همونطور که میبینید المنت باید کمی بالاتر بیاد. برای این کار از این صفحات فلزی استفاده میکنم. همونطور که میبینید الان همسط سرامیک شده. حالا میام دو سر المنت رو سیم مفتولی بس میکنم و روش رو وارنش نسوز میکشم. خب حالا میخوام این سرامیک ها رو روی این سنگ بچسبونم. از اونجایی که سطح سنگ کاملا صافه با اره روی سنگ شیارهایی ایجاد میکنم و بعد برای چسبوندن سرامیک به سنگ هم از پودر سنگ و گچ استفاده میکنم. به اندازه 40 گرم گچ و 20 گرم پودر سنگ رو با آب ترکیب میکنم و اون رو بین سرامیک و سنگ و المنت میریزم. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. بعد از اینکه کارم تموم شد یک بار دیگه المنت رو روشن میکنم تا هم دستگاه رو تست کنم و هم دستگاه خشک بشه. برای شروع اول از این پارافین استفاده میکنم. همونطور که میبینید عملکرد خیلی خوبی داره. حالا یک مقدارش رو روی المنت میریزم و بورد LED رو روش قرار میدم تا حرارت المنت به خوبی به بورد منتقل بشه.
بعد کمتر از 1 دقیقه LED از برد جدا میشه. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. ولی اگر میخواید این زمان رو کاهش بدید میتونید مقداری پارافین رو روی LED بریزید. اینطوری باعث میشه که LED زودتر از برد جدا بشه. برای لیم کاری هم فقط کافیه اول برد رو با گوشت‌پاک‌کن تمیز کنید و بعد یک مقدار خمیر غل این قسمت بریزید و بعد LED جدید رو سر جاش قرار بدید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیوی بعد بدرود.